این داستان تریپ ماشرومی که ما اینجا داشتیم رو من باید مفصل تعریف کنم. دارم فکر میکنم اینکه فیلم بگیرم و تعریف کنم بهتر از اینه که بنویسم در این مورد خاص، شاید کلا در مورد تریپ های ماشروم. ولی توی همچین محیطی بود و از اینجا شروع شد. یعنی رفتیم توی این حالت جزیره مانندی که اینجا هست، اونجا زدیم، بعد رفتیم نشستیم لب آب یه مدت و بعد ادامه دادیم. ولی کلا دارم فکر میکنم که ویدیو بگیرم اینو تعریف بکنم، به خاطر اینکه یک سری فایندینگ هایی داشت. ولی کوه ها از اون معلومه یا نیست، نمیدونم.